جنگنده میخوای. پس من توی آخرین ویدیو همراه باش. خب ما انواع بازی ها رو داریم که به درد بخور و به درد نخور هستن برای یادگیری شما. هم مبتدی تا خیلی حرفه‌ای هستن، ولی شما باید از اول مبتدی شروع بکنید برید بالا. خب ما روی چه دستگاهی میتونیم این بازی ها رو انجام بدیم؟ روی موبایل، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر، PS4 و 5. چرا گفتم PS4 و 5؟ چون که شما مثلا یه بازی هست به اسم ایس کامبت، شما مثلا روی چیزای دیگه، مثلا روی کنسول های دیگه در واقع نمیتونی شما اون کیفیت رو داشته باشید. شما اون تجربه‌ای که باید ببرید رو نمیبرید. مثلا تو کابین رو نمیتونید شما ببینید دقیقاً. و میریم سراغ بازی اول، Modern Warplane. Modern Warplane یه بازی که توش شما انواع جنگنده ها رو دارید، بمب ها رو دارید، همه چی رو دارید توش. در واقع یاد میگیرید اسمش. مزایای بازی چی هن؟ این که شما مثلا یادگیری انواع بمب ها، جنگنده ها، تیرافکن ها و سرعتتون، در واقع ارتفاع، سرعت، جای ارتفاع، جای سرعت. معایبش، این چیزای بدش، شما توش نمیتونید توی کابین رو ببینید و به نظر من این چیز خوبی نیست. ولی اگه دوست دارین رو یاد بگیرین حتما این بازی رو دانلود بکنین. یه بازی هم هست که بعضیاتون احتمالاً دارینش، اسمش وار رانه. همون یه عکس بی تو بامب اسپریت بامب روش هست. اون بازی خوبی نیست، یعنی چون فقط رادار رو داری و میتونی بزنی، یعنی کار دیگه غیر این کار نمیتونی بکنی توش. ولی بازیایی که روی پلی استیشن هستن، بازیایی که روی پلی استیشن های شما میتونین داشته باشید، مثلا یه بازی هستش که به اسم همین ایس کامبت 7 روی PS4 و 5 قابل بازی کردنه. و اینکه چیزایی که شما مزایاش، یادگیری توی کابین، شلیک بمب، دیدن پدافند، رادار و چیزایی که میتونید، و دشمن، تشخیص تارگت و دشمن. و بازی بعدی که یکی از بهترین شبیه سازها برای تانک، حالا جت جنگنده و دیگه یه چیز دیگه هم هست ولی بازیش چیه اسمش؟ وار تاند. یه بازی فوق خفن که شما میتونید توش بمبر داره، مثلا F35 تون بمبر داره. این مثلا ایس کامبت نیستش که، ولی دو نوع هم دارن که بازی ها آنلاینه و آفلاینه. شبیه ساز آنلاینی که وارتاند هستش بهتر کار میکنه، ولی ایس کامبت شبیه ساز آفلاینه و شاید هم یه خورده همون خوبی رو داره، تیک آف رو داره، همه چی داره، ولی مثلا توش تانک نمیشه رو. حالا خیلی هم چیزی نیست. مرسی که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید. شب و روز شما خوش.